خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنند که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق. با برنامه ناگفته های تاریخ صفویه در کنار شما هستیم و داستان غم‌انگیز جنایات شاه اسماعیل صفوی در ایران رو ادامه میدیم. قبل از شروع گفتن باقی مانده این داستان ملال‌انگیز دو نکته را خدمت شما عرض کنم. نکته اول این که مدعیان ایران دوستی که اگر به اینا مدال جهل و نادانی رو بدیم هم به مدال توهین کردیم، میگن که شاه اسماعیل، بعضیاشون میگن که شاه اسماعیل به ایران خدمت کرد و ایران رو متحد کرد. اما نمیگن به چه قیمتی. به قیمت کشتن میلیون ها انسان، 10 میلیون انسان، جنایاتی که در طول تاریخ مثل اون کسی ندیده. اگه تیمور چنگیز هم کشتن، دیگه خانه ها رو خراب نکردن، دیگه آدم نخوردن، دیگه بچه رو جلوی مادر و پدر نخوردن. این حرفایی که ما میزنیم در کتابای خودشون نوشته، در کتابایی که تاریخ نویسایی که مداح صفوی‌ها بودن نوشتن. اما این به ایران خدمت نکرد. من برای اینکه شما متوجه باشید که ایران متحد نکرد یک مثال برای شما میزنم. حالا ما 20 چند کشور عربی داریم یا نداریم؟ علاوه بر 20 چند کشور عربی 50 کشور اسلامی هم در حوزه نفوذ زبان عربی هست به خاطر دین اسلام. کم و بیش مثال اذان اگه هست در دورترین نقطه کشور اسلامی هم شنیده میشه عربیه و خیلی چیزهای دیگه. قرآن در هر خونه هست. پس زبان عربی یک زبان فرهنگ که از این زبان اومده به اصطلاح در تمام کشورهای اسلامی پخش شده. حالا اگه یک نفر بیاد به نام حزب بعث مثلا جنایاتی رو بکنه که شاه اسماعیل در ایران انجام داد و مثلا عراق و کویت و بحرین و اردن رو مثلا متحد کنه، آیا و در عوضش به یک دین جدید بیاره، اسلام ول کنه، دین جدید بیاره و آدم بخوره و جنایات انجام بده و فحش بده به بزرگان اسلام؟ در اون صورت کشورهای مثل ایران یا پاکستان یا ترکیه اگر رابطه خود رو با زبان عربی قطع کنن، آیا این خدمت شده به عربیت و ناسیونالیسم عرب یا بهش ضرر زده شده؟ معلومه ضرر زده شده. 22 کشور، 20 چند کشور عربی داریم و 20 چند کشور غیر از این اسلامی داریم که علاقه به زبان عربی دارن. حالا اگه چنین تنفری اینها ایجاد کنن، با این حرکات عجیب غریب آدم بخورن یا عقاید غلطی بیارن، اصحاب فحش بدن یا پیامبر زبان املال فحش بدن یا چیزای دیگه، قرآن بسوزونن،
و مردم کشورهای دیگه از تنفر از اینا به تنفرشون تبدیل بشه به تنفر از زبان عربی و تنفر از فرهنگ اینا. اون وقت ضرر شد به ناسیونالیسم عربی، به ناسیونالیسم عربی، به ملیت پرستی عربی ضرر زده شد، ملیت دوستی. پس ملیگرا به این توجه کنن که ایران اگر که در حوزه فرهنگی ایران 10 کشور بود، خب 10 کشور بود. مثلا اگر آذربایجان یک حوزه فرهنگی ایران بود، همون سعدی شیرازی که کتاب خود رو نوشت هنوز نمرده بود، به آذربایجان رسیده بود، هنوز نمرده بود، چون زبان اونها هم دیگه زبان آذری بود، مثل حالا که ترکی نبود. حتی ترکای عثمانی هم فارسی میگفتن. هرات مرکز زبان فارسی بود و حتی هند برو، بخارا، سمرقند و خوارزم، مکران، همه جا. منتها وقتی شاه اسماعیل صفوی ایران رو گرفت، کم کم تنفر از صفوی‌ها تبدیل شد به تنفر از فارسی ها، به تنفر از زبان و فرهنگ فارسی. خوارزم جدا شد، فرغانه جدا شد، مکران جدا شد، کردستان جدا شد، عراق جدا شد. عراق همیشه یعنی شاید تعجب کنید، عراق که پایتخت خلفای عباسی بوده، بعد از اینکه قدرت خلفای عباسی تموم شد همیشه تحت نفوذ پادشاهانی بوده که در شیراز و اصفهان و آذربایجان حکومت میکردن اکثر اوقات. و همین شاه اسماعیل هم که گرفت از عربا که نگرفت، از یه پادشاه ایرانی گرفت، از مراد بیگ گرفت بغداد رو. ولیکن بعد از اینکه از شاه اسماعیل صفوی گرفتن دیگه ایران رو فراموش کردن بغدادی‌ها. تنفر ایجاد شد. افغان‌ها تنفرشون تبدیل شد به تنفر از ایران. یعنی افغان‌ها یکی از اقوام ایرانی بودن در طول تاریخ. پشتونان منظورم. همینطور خوارزمی‌ها و بلوچ‌ها. پس این به ما ضربه زد، نه اینکه به ما فایده رسونده باشه. چون که مراکز زبان فارسی شیراز و هرات و مشهد و بلخ و اینا رو گرفته بود، لذا مردم فکر کردن که آقا صفویت یعنی فارسی و فارسی یعنی صفویت و روز به روز ایران کوچکتر شد. حالا هم امروز هم ما میبینیم، امروز هم اگر یک دری به تخته بخوره خیلی از مردم ایران از ایران جدا میشن، احساس به خاطر جنایاتی که متعصبان صفوی انجام میدن. چون صفوی هنوز هم دارن حکومت میکنن، حکومت ملاهاشون هست که بهش میرسیم که اصلا فتنه و فساد از ملاها بوده، حکومت پادشاهان تموم شده، حکومت ملاها مونده. حالا شما نگاه کنید، من خودم به تجربه به مردم کردستان ندیدم، اما در بلوچستان دیدم که به اصطلاح حس ایران دوستیشون خیلی کمه و حق هم به حساب باید بهشون بدیم. وقتی که شما بهش اجازه نمیدید یک شهردار انتخاب کنه، رئیس جمهور که قانونا ممنوعه که از مردم بلوچستان باشه، خنده داره در یک کشور. علاوه بر این حتی در بین بلوچ‌ها این حرف هست که بالاخره شایعه هست، درست است یا نادرست است، مردم اونجا معتقد شدن که دولت ایران در آب موادی میریزه که زنهای اونا عقیم بشن. معلومه که فردا دری به تخته بخوره اونا خودشون از ایران جدا میکنن. کردام حتما همین حالت دارن. کردام حتما همین حالت دارن. لذا شما نگید که اینا خدمت کردن. اینا بزرگترین جنایت رو به ایرانی کردن. علاوه بر این که ما رو از قافله تمدن برای همیشه عقب انداختن. ما یک ملتی بودیم که سری تو سرها بودیم، بعد از اومدن صفویه هیچ کس ما رو آدم حساب نمیکنه. حتی هندیا. پس این نکته رو توجه کنید که نگید که اینها به ما چیز کردن. باز برای اینکه من حرفم مستند باشه براتون بگم که یک روزی از روزها در سال قبل آقای رئیس جمهور احمدی نژاد در قزوین کنفرانسی دایر کرد بر این اساس که کمبود جمعیت خوب نیست، بد است، کخ است، اینطور است، اونطور است. باید که مردم جمعیت زیاد کنن، ثواب داره، خداوند نان میده. در همون روزها، در همون هفته در زاهدان نماینده ولی فقیه یک کنفرانس دیگه درست کرد به عنوان که جمعیت زیاد بده، باید بلوچ‌ها جمعیت خود رو کم کنن و جمعیت زیاد خوب نیست، باعث عقب ماندگی است. از این حرفا در یک هفته یک کشور یک دولت. خب معلوم است که دیگه مردم حق دارن بگن که اینا تو آبا چیزا میریزن که بچه زنایمان عقیم بشن. خب از همچین مردمی شما دوست دارید؟ میخواهید که وفادار به دولت مرکزی باشن؟ پس
ایران دوستا و به اصطلاح ناسیونالیستا حواسشون رو جمع کنن که گمان نکنن که اینا دارن به ایران خدمت میکنن. اینا ایران رو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار تیکه کردن و حالا هم دارن بیشتر تیکه میکنن و فرهنگ ما رو از بین بردن. هرات از ما نبود؟ بزرگتری در هرات 2000 قبل از آمدن صفوی‌ها 2000 حمام بود شهر هرات. 600 تا میگه بلورین بود در دوره تیموریا. بزرگترین مرکز ادب بود. اومد شاه اسماعیل خاکش به توبره کشید، به مرده هم رحم نکرد. پس حواستون باشه که چی میگید. و این حرفی که شاه ایران زده که شاه اسماعیل کبیر رو نمیدونم شاه اسماعیل چی، این حرف دانامی بود، اصلا حکومت رو با آخوندا نمیباخت. خب حالا بریم به این نکته دوم که چرا شاه اسماعیل اینقدر پیروز شد، چرا حالا پیروزیش ادامه داره. ما تو این جلسه اگه وقت کردیم از عراق که خواهیم گفت، عراقی که فتح کرد و دیار بکر رو نمیدونم قسمتی از سوریه رو، و اگه تو وقت کردیم میگیم که حتی خراسان هم گرفت، بعدش رفت طرف هرات و نمیدونم ترکمنستان و بلخ و این طرف اون طرف، خیلی جاری گرفت. چرا؟ و همه اینا در 5 6 سال، تا حالا که گفتیم در 5 6 سال این کارا رو انجام داد. تا حالا سال 912 یعنی 8 سال از پادشاهی گذشته که این همه جاری گرفته، 7 سال. یک علتش این بود که ما از حق نگذریم، نمیدونم اون دفعه به شما گفتم اینا، که سربازان شجاع بودن. علت شجاعت سربازانشون این بود که عقیده داشتن. شاید بگید که عقیده داشتن پس سربازا یعنی به اصطلاح عقیدتی بودن. نه، عقیده اونها خالصانه بود اما بد بود. یعنی اونا خالصانه عقیده داشتن که شیخ اونا رو حفظ میکنه، شاه اسماعیل اونا رو حفظ میکنه. حتی بی زره میرفتن به جنگ، در جنگ شیخ میگفتن، خدا رو صدا نمیکردن. منتها مثل زمان ما نبودن که منافق باشن. یعنی نمازم نمیخوندن، روزه هم نمیگرفتن، میگفتن که شیخ اینا رو برای ما حلال کرده. نماز روزه توشون نبود، شراب میخوردن، اعمال قوم لوط انجام میدادن، بدتر از اون کارم انجام میدادن. خب در کفر خود صادق بودن، برای همین جلو میرفتن، در کفر خود صداقت داشتن. آدم چون که کافر از منافق بالاخره یک درجه بهتره. و این عقیده به اینا یک به اصطلاح شجاعتی داده بود که تو جنگ ها به اصطلاح چون طرف مقابل هم دیگه عقیده درست نداشته، اینها اونا رو شکست میدادن. گفتم صوفیا بودن. منتها اونها حالا نیستن. یادتون باشه مثال در دوره ما سپاه آقای خمینی و آقای خامنه ای مثل سپاه شاه اسماعیل نیستن. چرا؟ اینها به چیزی که میگن عقیده ندارن. اون شراب عقیده داشت میخورد، این میگن شراب حرومه میخوره. مثال میگم، همین 2 روز پیش مگر شما نشنیدید بالاخره بهترین افراد اینا در وزارت خارجه است. آقا رفته در هتل در برزیل، در هتل در استخر مختلط، زن و مرد تو استخر هستن. یعنی مثلا آدم ما یک بار من از بعد حادثه یا خوب حادثه در یه هتلی دعوت بودم و در هتل چند روز بودم، مهمون بودم. هتل به اصطلاح درجه 2 بود، درجه 3 بود، یعنی 3 ستاره بود. باز دیدم در هتل استخرم هست. از ترس این که در این هتل استخر اون طرف اصلا نرفتم، به خاطر اینکه شاید که مرد و زنی در اونجا چی باشن. یعنی کسی که عقیده داره دیگه نمیره دیگه. اما این آقای کنسول یا کی هم کارمند سوم وزارت خارجه در هتل در استخر مختلط رفته شنا کرده، انگشت زده به زنای مردم و به دخترای مردم. باز سفارت ازش دفاع کرده که اختلاف فرهنگی است که بچه کوچیک بوده، گفته نازنازی و اینا. نمیگه که در همون جا. خب دروغ که آدم میگه یادش میره دیگه، مثل همین ملاهای اینا که دروغ میگن یادش میره که آقا خوب اختلاف فرهنگی، ما بچه رو ناز میدیم، این به اصطلاح ناز میدیم بچه رو، اونا ناز بدی میگه که این نظر بد داره. خب در اونجا چیکار میکرده؟ و وقتی که ایران اومده دوست دارم دوستان عکساش نشون بدن که در گردنش گلم انداختن که واره آفرین خوب کاری کردی. خب این منافقت دیگه. یعنی اگه این منافق نمی بود، چیزی که اگر واقعا دوست داری که کارهای غلط انجام بدی مثل سربازای شاه اسماعیل براشون حلال کرده بود. برای همین اونها درون بیرونشون جنگ نداشت، اما ایناشون درون بیرونشون جنگ داره. لذا اون شجاعت شاه اسماعیل رو الحمدلله ندارن سربازاشون. خواستم بگم اونا چرا شجاع بودن. حالا بریم دنباله داستان شاه اسماعیل. شاه اسماعیل شیراز گرفته بود، در دفعه قبل به شما گفتم. و مراد بیگ پادشاه بدبخت شیراز
فرار کرد رفت عراق. عراق از استانهایی بود که در دست به اصطلاح مراد بیگ بود، اما امیرش دیگه کم کم مستقل شده بود. در اونجا پرناک نامی، باریک بیگ پرناک امیر اونجا بود که توسط همین مراد بیگ امیر شده بود، والی بود، به اصطلاح فرماندار بود. منتها وقتی که دید مراد بیگ دیگه زور نداره، شکست خورده، اعتنا بهش نکرد و مراد بیگ مجبور شد که از ملک عراق هم بره و رفت طرف کشور مصر که در اون وقت به اصطلاح تا حلب هم دستش بود، سوریه هم دستش بود، اردن و فلسطین اینا دستش بود، پادشاه مملوکی مصر بودن. اونا بهش اعتنا نکردن، کمک بهش نکردن. آخر رفت در یک امیرنشین کوچیک، مثل که حالا مثلا امیرنشین کویت باشه، یا امیرنشینی که بین دولت بزرگ مصر و دولت بزرگ عثمانی بود و بوستان مرکزش بود، از قبیله ذوالقدر و اسم امیرش بود علاءالدین. رفت به اون پرونده شد. اون امیر رو گرامی داشت چون یه وقتی پادشاهی بزرگی بود، شیراز و اصفهان و یزد و کرمان و همدان اینا در زیر دستش بود، میشناختنش و دختر خودش هم بهش داد و خیالشون تخت بود که آقا بین ما و شاه اسماعیل به فعلا فاصله است، چون شاه اسماعیل بخواد اگر بیاد حمله کنه به ما، باید اول بیاد عراق بگیره و باید بیاد که به کشور عثمانی، کشور قوی بود، یا به کشور مصر حمله کنه، اینم قوی است. لذا خیالشون راحت بود، غافل از اینکه شاه اسماعیل یک مرد به اصطلاح تنبلی نیست. شاه اسماعیل چیکار کرد؟ از راه کردستان اومد داخل خاک عثمانی شد، بدون اینکه البته از به سربازای عثمانی حمله کنه یا به ده عثمانی حمله کنه یا به مردم عثمانی، به رعیت پادشاه عثمانی آسیبی برسونه. حتی چیزی که می‌خواستن می‌خریدن، چون می‌دونست که در دو جبهه نمیتونه بزنه. از شمال وارد همین چیز شد، سرزمین علاءالدوله شد. البته بایزید سلطانی رو خبر دادن دیگه، پادشاهی بود، پرقدرت بود، براش خبر دادن که شاه اسماعیل با سربازاش وارد خاک ما شده. اون چیکار کرد؟ یک لشکر فرستاد، ولی پیغام فرستاد که تو برای چی اومدی؟ این گفت والا من برای جنگ نیومدم، تو جای پدر من هستی، من اومدم که انتقام خودم از اینا بگیرم، اینا پدر برادرای منو کشتن، از مراد بیگ بگیرم. و پادشاه عثمانی بعدش نمیاد که شاه اسماعیل به همین علاءالدین حمله کنه و تا ایشون بتونه اون سرزمین رو باز به سرزمین خود اضافه کنه، لذا چیزی نگفت. و شاه اسماعیل ناگهان از بالا به سر قبیله ذوالقدر ریخت. البته اینم بگم که خود این قبیله ذوالقدر ترکمان ها بودن، اینا هم که شنیده بودن که در ایران به اصطلاح کار افتاده به دست ترکای وحشی، اینا اکثر جواناش رفته بودن و این بیچاره امیر سربازم کم داشت و ناگهانی سرش حمله شد و فرار کرد، رفت سر کوه. مراد بیگ هم فرار کرد، رفتن سر کوه ها و اینا شهر بوستان و دیگه شهرهای منطقه رو مثل هر جا که آتش میزنن آتش زدن، مردم رو کشتن، ساختمونا رو خراب کردن و یک امیر هم براش گذاشتن و رفتن. مثل صاعقه بر سر مراد بیگ و علاءالدین آمد، علاءالدوله ببخشید. و وقتی اینا برگشتن، علاءالدوله باز اومد و جنگ کرد و امیر قزلباش رو شکست داد، اما کار به جای نبود، شکست خورد و شکست داد، 2 تا پسراش کشته شدن. آخر دیگه زورش نرسید و رفت پناهنده شد به کشور مصر و مراد بیگ هم دیگه در گمنامی مرد. چرا که دیگه فهمید که اونم کمکش نکرد، کسی کمکش نکرد. داستان مراد بیگ تموم شد. حالا نوبت عراق شد. در همون سال 913 اینا حمله کرده بودن به اینجا. 914 اینا اومدن طرف عراق. ببینید 907 گرفتن تبریزو تا 914 چند سال، 7 ساله. یعنی در سال هفتم پادشاهی خود شاه اسماعیل که آروم نگرفته و همه شهرها رو گرفته، حالا اومده طرف عراق. ایشون اول چی کرد؟ به همین پرناک یک نامه نوشت که تو باید اطاعت منو بکنی، من پادشاهی مراد بیگ در دست من شده و تو والی اون بودی، حالا والی من باش. این بیچاره هم از ترس قبول کرد. این به قبول کرد و شاه اسماعیل برای اینکه این آزمایش کنه گفت که بیا تبریز کارت دارم. این نرفت، فهمید که وضعیت خرابه، نرفت و قبول نکرد. طبعا شاه اسماعیل حمله کرد. در سال 914 حمله کرد و چون که در ضمن همون خلیفه‌اش آدمای زرنگی بودن، از درون هم اینو خالی کردن. شیعه‌ای که در داخل عراق بودن رو شوروندن تا که شاه اسماعیل بیاد. نصف راه رو اونا صاف کرده بودن. و این آقای پرناک دیگه دید که زور نداره، فرار کرد. اینم رفت مصر.
حلب رفت همون به اصطلاح که در دست مصری‌ها بود. حلب یک شهری است که حالا در سوریه است و عراق موند مثل لقمه آماده برای شاه اسماعیل بدون اینکه جنگی بکنه. جنگ مختصری عراق رو هم گرفت، یعنی حالا هیبت شهرها رو میگرفت. یعنی عراق منطقه بزرگی بود. بغداد که گرفت، بغدادی که تازه کمر راست کرده بود، یکی از بزرگترین شهرهای اسلامی بود، آباد بود و شهر رو اولین کاری کرد که مدرسا، علما، فقها، دانشمندان رو همه رو کشت. به گفته خود، در حالی که شهر تسلیم شد، جنگ هم نکرد دیگه، چون وقتی پادشاه فرار کنه شهر که جنگ نمیتونه بکنه. به گفته خود تاریخ نویسای صفوی به اصطلاح دجله میگه از خون سرخ شد. دجله از خون سرخ شد از بس که اینها خونریزی کردن و مردم رو کشتن، در حالی که مردم تسلیم شده بودن. محمد حسین مستوفی در مجمل التواریخ می نویسه که آب درجه سرخ شد. بغداد رو بعد از اینکه خاکش به توبره کشید و غنیمت‌ها رو جمع کرد، زنها و کودک‌ها رو کشت. حتی من در جای خوندم، حالا باز که دوباره گشتم، قبلا خونده بودم نتونستم باز اون منبع پیدا کنم، اما مطمئن هستم که در تاریخ صفوی رو خوندم که بچه‌های دستور داد که هر کس که از نسل خالد است رو جمع کنن. نسل حضرت خالد بن ولید جمع شدن. پادشاه بود دیگه، حالا اینقدر زورم داره. اونایی که تونستن جمع کردن و شناسایی کردن آوردن. وقتی که اینا رو جمع کرد همشون رو کشت. به خاطر چی؟ به خاطری که فرزندان خالد بن ولید بودن. از اینجا میشه نتیجه گرفت که شاه اسماعیل اصلا به اصطلاح با اسلام هم دشمنی داشته. مسئله شیعه فقط بهانه بوده، یعنی یه چیز دیگه ای بوده. بعد بچه‌ها شما نگاه کنید، همون بچه‌ها نامایی میذاره که در چی است؟ فرنگیس و طهماسپ و سام و اسمایی که برای بچه‌هاش گذاشته خیلی بو داره. همون اسمایی است که در شاهنامه فردوسی است، اسمای تورانیاست، اسمای قبل از اسلام، در حالی که خودش میگه من ولی هستم و نمیدونم نماینده 12 امام هستم. باید اسم اماما رو میذاشت. حالا مثل پدر بنده که عقیده داشت به 12 امام، اسم من محمد باقر گذاشت، اسم برادر من محمد صادق گذاشت، اسم برادر دیگر محمد رضا گذاشت، چون عقیده داشت. اگر این شاه که مذهب شیعه رو به ایران آورده عقیده به مذهب شیعه می داشت، چرا اسم بچه‌ش سام میرزا است و نمیدونم یک چیزای دیگه هم بوده، زال بوده، نمیدونم چی بوده، طهماسپ هم جانشین شده و فرنگیس اسم دخترش، و تا اونجایی که من میدونم اسمای دخترهاش و بچه‌هاش همش از اون اسم انتخاب کرده بود. و این کشتن اولاد خالد بن ولید که بین اونها تا خالد بن ولید 10 قرن فاصله بوده، چون خالد بن ولید رومی‌ها رو شکست داده. دلیل بر این است که این، چون که یک طرف شاه اسماعیل یونانی بود دیگه، شاه اسماعیل که مادرش از طرف یونانیا بود، پدرش از اردبیلیا بود، اگر راست باشه که پدرش به همون پدرش باشه، و شکلش هم مثل شکل همونا بود، یونانیا بود، به مادرش رفته بود. حالا نمیدونیم دیگه از نطفه پدرش بود یا نه. و هر حال اینا اونقدر مهم نیست. این معلوم است که کینه خالد بن ولید رو برای این داشته که اون رومی‌ها رو شکست داده. به هر حال در بغداد یک جنایتی شاه اسماعیل کرد که این جنایت برای ایرانی‌ها خیلی خیلی برای ما چیز تموم شد، گرون تموم شد. شاه اسماعیل ولی باز یک جنایت دیگه، این یک جنایتش یک فایده هم برای مسلمان‌ها داشت، یک فایده هم داشت. جنایتی که انجام داد این است که به غرب قبر، چون که بغداد بالاخره محل گذر مثلا آدمای بزرگ بوده، مثلا عبدالقادر گیلانی بوده، جای دفن اونجا قبرهای بزرگ بوده دیگه، قبر امام ابو حنیفه بوده و قبر خیلی از کسای دیگه بوده. این اومده چیکار کرده؟ مثل همه جای دیگه ایران آدمی سر وحشی بوده، قبرها رو، مثلا قبر امام ابو حنیفه یک به اصطلاح مسجدی داشته، یک مدرسه‌ای داشته، یک چیز عظیمی بوده. من نمیگم سر قبر بنا ساختن در اسلام رواست نبوده. خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا داده که 4 انگشت یا 1 وجب قبر باید بالا باشه از زمین، سنگ قبر. ولیکن کی حالا حرف علی رو گوش کرده که حرف ابو حنیفه رو گوش کنه؟ به هر حال این قبرها رو خراب کرد. هر چه قبر بود از بزرگان اسلام رو خراب کرد، استخوناشون حتی شلاق زد، همون کاری که امام زمان میخواد با حضرت عمر ابوبکر بکنه. اگه این خبیث به مکه و مدینه میرسید، که البته نمیتونه برسه، مکه و مدینه رو خدا حفظ کرده، همین کار اونجا هم میکرد. و بعد استخونا رو آتیش زد و بعد در چی انداخت؟ در همه استخونای بزرگان اسلام رو در راه انداخت تا مردم لگد کنن.
و از این به این هم چی نکرد، لاشه سگ رو در اونجا دفن کرد در هر جایی که این کارا رو میکرد و تبدیل باز به مسترا میکرد. طبعا بزرگان اسلام مثل عبدالقادر گیلانی و دیگران در بین مردم، کشورهای دیگه هم بودن که بهش عقیده داشتن. مثلا عثمانی یک دولت بود، دولت خیلی قوی هم بود که اروپایی ازشون میترسیدن. اروپایی هم میگفتن که بعدها که شاه اسماعیل پیدا شد، گفتن بین ما و نابودی صفوی‌ها هستن. یک جمله مشهوری یکی از پادشاهانشون گفته که بین ما و نابودی، و از همونجا پادشاه مجارستان با اینا تماس گرفت، با همین شاه اسماعیل، که نمیدونه ما به خاطر حقوق بشر، این همین چیزایی که امروز میگن ما به خاطر حقوق بشر هستیم، ما هدایت بشر میخوایم، ما سعادت بشر میخوایم، این عثمانی‌ها دشمن آزادی هستن و بیا با هم متحد بشیم. اینم به اون نامه نوشت که یلا تو از اون ور حمله کن، من از این ور حمله میکنم. داستانش طولانی است، بهش میرسیم. منتها مسئله این است که اینطور گرون تموم شد که علمای اسلام دیگه اینو تحمل نکردن و شروع کردن به تحریک پادشاهان دیگه. تا اون وقت علما خواب بودن که تا به خودشون حمله نمیشد، یادشون نمیره، مثل که مولای اصفهانی که نامه نوشت به سلطان سلیم که یلا بیا، ملاهای عثمانی خصوصا وقتی که خبر بهشون رسید که قبر بزرگان خراب کردن، بزرگانی که مورد احترام اونا بودن، اینها دیگه پادشاه رو تحریک میکردن. سلطان بایزید آدمی بود که جنگ و دوست نداشت. به گفته هایی که توطئه هایی شد تا اون رو کشتن و پسرش سلطان سلیم رو جانشین کردن که سلطان سلیم تا حالا هرچی خوششانسی شاه اسماعیل آورده بود، به همین یک بدشانسی بعد براش تبدیل شد که مرد پرقدرت و با لیاقتی مثل سلطان سلیم در کشور عثمانی به پادشاهی رسید. و از اونجا دیگه حکم، اینجا رو میخوام بگم که بدبختی ایرانیا شروع شد که حکم کفر شیعه رو صادر کردن. وقتی یعنی حکم کفر رو بعد از این چیزا رو که دیدن صادر کردن علما، معنیش چی بود؟ اون وقتا که برده میگرفتن، معنیش این بود که اگه حمله میکردن به شهرهای اینا، زن و بچه‌ها اینا رو میبردن. ملت ایران بیچاره در وسط دو منگنه شد. اولا به زور شیعه شد، دوما حالا حساب کارهای شاه اسماعیل رو به نام همون ملتی که زیر دست اینا بود می نوشتن. این یک بدبختی دیگه. مثل حالا ایران دیگه، حالا 90% مردم ایران با حکومت ایران بدن، منتها به اصطلاح دنیا اینجوری نمیبینه. هر جا میری برات ویزا نمیدن. اگه به هر کشوری بری داره که تو با دولت مخالفی، با تروریست مخالفی، اما تو رو به چشم تروریست میبینن. این همون قصه همون شد برای ملت بدبخت ایران که حکم کفر شاه اسماعیل که صادر شد، همراهش حکم کفر کسایی که تحت حکومتش بودن. دیده نشد که اینا به زور بودن یا به رضایت شدن و حکم کفر همه یک جا صادر شد. و این بعد برای مردم ایران یک مصیبت دیگه شد که حملات پی در پی عثمانی ها و ازبک ها تا سالها و قرنها ادامه پیدا کرد و به خاطر همین حماقت شاه اسماعیل که توهین کرد، مثل که حالا دارن توهین میکنن، این برایشون خیلی گران تموم شد. اما این یک فایده هم داشت، خنده‌دار اینه. من به شما گفتم که ملت در اون دوره خیلی چیز بود، ملت های اسلامی همشون به اصطلاح به قبرها روی می آوردن. همه جا قبر بود و صوفیگری غالب شده بود بر عقیده اهل سنت. خراب شدن این قبرها اعتقاد مردم هم خراب کرد. یعنی شاه اسماعیل نادانسته به اعتقاد غلط مردم اهل سنت خدمت کرد که یعنی ضربه زد که آقا این اعتقاد اگر که اینها میاد قبرها رو خراب میکنه چه اتفاقی برش نمیفته. قبرهایی که بسیار افراد بسیار مهمی هستند. لذا این باعث شد که مردم اعتقاداتشون سست بشه که بعدها این در به اصطلاح نهضت محمد ابن عبدالوهاب تبلور پیدا کرد و به اصطلاح مردم چون کم کم علما از این دور شدن، مردم فهمیدن که اصل کار کجا غلط بوده و مردم سعی کردن که روشن کنن که آقا این کارا غلطه و این ناخواسته شاه اسماعیل خدمت کرد با خراب کردن قبرها. البته توهین کرد، ظلم بزرگی کرد، اون هدفش توهین بود، اون تا و مکر الله شد. اما شاه اسماعیل بعد از اینکه بغداد رو به این حالت خراب کرد و قبرهای بزرگان خراب کرد و توهین کرد و چیزی که تونست کرد، مثل همه جای دیگه غنیمت‌ها رو برداشت برد به کربلا و اونجا رو طبقای طلا و نمیدونم فرش‌ها و قندیلای طلا و چیزهای زیادی به قبر حضرت حسین آویزون کرد و قبر رو گسترش داد و قبر پرستی رو
گسترش داد. منتها و همون کسایی که در همون جا بودن، مفتخورایی که دور قبر بودن رو خدمت کرد و بهشون پول داد و طبقای سکه داد و منتها کارش همونطور که گفتم کمونه کرد به سر خودش، به این صورت که این در سال 914 با غنیمت‌هایی که از جاهای مختلف ایران گرفته بود اومد در کربلا و کربلا رو آباد کرد، قالیا رو پهن کرد، ستونای طلایی درست کرد، قندیل‌های طلایی درست کرد، زری رو درست کرد و پولی که حرام بود، یعنی حرامترین پول که گفتم بچهای مردم خورد و پولاشونو گرفت. بچهای مردم، فکر کن یک انسان چقدر حیوان باشه که جلوی مادرش یک بچه رو کباب کنه. به هر حال این پولا رو آوردن اونجا خرج کرد. اما دقیقاً 300 سال بعدش سعود ابن عبدالعزیز آل سعود، یعنی این در سال 914 اون در سال 1216، 302 سال بعد از لحاظ قمری و از لحاظ شمسی 199 سال بعد، تقریبا 200 سال بعد دیگه بگیریم، سعود ابن عبدالعزیز حمله کرد و همه این طلاهایی که شاه اسماعیل بر سر قبر امام حسین نصب کرده بود رو همه رو جمع کرد، قالیا رو جمع کرد و قتل عامی که اون از سنی‌ها کرده بود این از شیعه های قالی کربلا کرد و همه چیز برداشت و با خودش برد. یعنی اون چیزا آخر چیزایی که شاه اسماعیل دزدیده بود، اون چیزی که به کربلا آورده بود به دست آل سعود افتاد که تا امروز هم در حال حکومت هست. وقت برنامه نیم ساعته ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. الله حافظ و نگهدار شما باد. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزا و خیلی چیزای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.